هر انسانی خدای درون خودشو داره. رفتم جلو آینه وایسادم، گفتم خدایا یار و یاور من باش. بعد هر روز رفتم پیش خدای خودم، انرژی خودم، وجود خودم. خدا انرژی درونه. چقدر تو به خودت باور داری اون یعنی که چقدر به خدا اعتقاد داری. آیسان خیلی به خدا نزدیکه. نه، آیسان همش تنهاست، به خودش نزدیکه. خدای من انرژی وجود منه. متوجه شدی چوری شد؟ تمیز باشی، بوی خوب بدی، از خودت راضی باشی، قلب هر انسانی، هر حیوانی، هر گیاهی رو به درد بیاری، جناب عالی با در این دنیا یک مدل دیگه توم بدی. یعنی این حرف من اصلا شک نکنیم برادر من. طرف روزه میگیره، میگه من 30 روز روزه میگیرم به خاطر خدا. درست میگه. وقتی داره گشنگی میکشه، وقتی داره تشنگی میکشه، تمام ذهنش به خود انسان اینه که من دارم این کارو میکنم برای خدا. اون خدا در وجود توه. تو وقتی میتونی بر نفس خودت غلبه کنی، 12 ساعت نخوری، یعنی داداش میگه به خدا نزدیک شد. درست میگه. طرف نماز میخونه، داره سر ساعت یه کار رو با دیسیپلین انجام میده و تمام انرژیش نسبت به یک نفره. یه نفر وجود توه، روح توه. اگر مثلا میگم فردا بچه فامیل ویزای آمریکاش در اومد، پدرش حالا سرایدار یه جا بود، مادرش خونه تمیز میکنه، این رفت اونجا، تو نگو این چجوری رفت. اون چون به خدای خودش نزدیک بود. فهمیدی؟ تو رو به فکر این باش که چیکار بکنی به خدای خودت نزدیک بشی.